هجرتی که بنده چندین سال قبل از این مطرح کردم، این علاج گسترش فعال روحانیت در سرتاسر کشوره. باید هجرت کنن از حوزه های بزرگ، بیان در شهرستان ها بمانن، چه اهل اونجا باشن چه نباشن. گاهی هم اهل اونجا نیستن. مرحوم محقق سبزواری صاحب ذخیره و صاحب کفایه و ملای معروف و شیخ الاسلام بزرگ اصفهان در دوران صفویه بلند می شود از اصفهان که اونجا مقام شیخ الاسلامی هم داشته، میاد مشهد. اون وقت اصفهان بزرگترین شهر ایران بود، مشهد شهر کوچکی مثل یه ده بزرگ. آمد مشهد ساکن شد که مدرسه باقریه مشهد که امروز خراب شده، طلبه های قدیمی مشهد دیده بودن مدرسه باقریه رو، مدرسه است که ایشون تعمیر کرده.